سلام تماشابینان شبکه اگروتک با شما من یوسف عزیزف. باعث خرسندی است که امروزها خبری روز و ساعت و دقیقی به کار انداختن یکمین اگرگاتی نیروگاه برقی راغون معلوم شد و چنانه که در رسم میبینید ریاست نیروگاه برقی آبی راغون در سامانه اینترنتی نیروگاه لوحه ساعتی را فعال کرده است که تا آغاز کار نخستین چرخه نیروگاه روز، ساعت، دقیقه و ثانیه را حساب میکند و ثانیه به ثانیه نزدیک شدن این روز تاریخی را برای خلق تاجیک در این لوحه نشان میدهد. بله، ما خطا نمیکنیم که این روز را برای کشور تاریخی نام بریم و این روز در تاریخ خلق کهن بنیادی تاجیک با خطهای زرین نویسانیده می شود. نیروگاه برقی راغون 16 نوامبر سال 2018 ساعت 18:50 شام روز پرزیدنت را روشن میکند و امروز یعنی سنه 16 نوامبر بر اساس قانونگذاری تاجیکستان درباره عیدها روز پرزیدنت تجلیل می شود. برای آنکه با چه دشواری های و نافهمی ها و دشمنی ها ما به این روز رسیدیم و درک کنیم که کیها خدمت های بزرگ و تلاش ها به این روز نیک رسیدن را کردند، ما به تاریخ این ساختمان بزرگ و تقدیرساز نظر میکنیم. من میخواهم شما را به تاریخ نیروگاه برقی راغون شناس کنم. با ما باشید. لایحه ساختمان نیروگاه برقی راغون در شعبه اینستیتوت گیدروپروژکت شهر تشکند از طرف مهندسان نامدار و تجربه دار که چندین سال در جایش همه طرفه ریلیف، باد و هوا، حالت سیسمولوژی منطقه را آموخته بودند ترتیب داده شده و سال 1974 با گسترای استیل برای تصدیق پیشنهاد کرده شد. در لایحه مذکور تمام آن حالت‌های در بالا ذکر شده به نظر گرفته شده بود و خود همان سال یعنی سال 1974 گسترای SSR لایحه ساختمانی مذکور را تصدیق نمود. لایحه مذکور را در حالت‌های بسیار دشوار عملی کردن ضرور می آمد که اولا منطقه‌ای که باید نیروگاه ساخته شود حالت سیسمولوژی دشوار، یعنی هر ماه قریب در اینجا زمین لرزه‌ها به وقوع می آید و ترکیب سنگ‌های کوهی ساحل‌ها نمک داشتند که کار ساختمانچی‌ها را دشواری‌ها می آورد. ولی مهندسان شوروی با دانش و حساب کتاب درست معلوم نمودند که باید سربند از مصالح محله، سنگ و خاک و شغل نرم و ملایم ساخته شود. در حالت‌های زمین لرزه سخت در پیدا شدن کاواکی و چخوری سنگریزه ها تیز آن جایها را پر کرده پیش راه ویران شدن سربند را میگیرند که این نظریه های عالی مهندسی را نشان میدهد و اثبات هم شده است که این نوع سربند چندین مرتبه از سربندی که از بتون و آهن ساخته می شود بی‌خفتر است و این را سربند نیروگاه برقی نورک اثبات نمود که خود تا چند سال پیش بلندترین سربند در جهان به حساب می رفت. Люди наши строили ее, имеют опыт. Проектировщик, инженер имеют опыт проектирования. И как вы видите, прошло 35 лет, плотина стояла, стоит и будет стоять. И я утверждаю, что запасы прочности этой плотины соответствуют всем мировым стандартам. در وقت ساختمان سربند نیروگاه نورک به این نظریه مهندسی سویتی مهندسان و متخصصان دیگر مملکت‌ها با تمسخر نگاه می‌کردند و حتی یکی از مهندسان شناخته امریکایی با هوابلندی مخصوص خود گفته بود که آنها از عقل بیگانه شدند. کنی سربند خود را سازید چی؟ من در این باره نقشه دارم که در نوار آینده که درباره تاریخ نیروگاه نورک میباشد به شما نقل کنم. مشکلی دیگر نمکین بودن کوه‌ها بود که آنها چنین به نقشه گرفتند که بعد کم کم بلند شدن سربند با فشار بلند نمک و آب را با سوراخی‌هایی که پیدا می‌شود پر کرده شود و شستشوی نمک تماما از بین برداشته می‌شود. در برابر این باز چندین مشکلی‌های دیگر نیز وجود داشتند که لایحه‌کشان حل آن را پورا به نظر گرفتند. آن سالها تصدیق دلخواه لایحه بسیار مشکل بود، چون که برای تصدیق لایحه آن پیشکی پورا دوباره آموخته میشد. عادی‌ترین جزئیات از نظر دور نمیماند. این است که امروز بعد 44 سال با پیش رفتن تکنولوژی پیشقدم در این لایحه متخصصان یگان کمبودی نیافتند و از روی آن ساختمان دوام دارد. کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 1976 سر کرده شد. ماه سپتامبر سال 1976 یکمین ساختمانچیان به راغون آمدند. در بلندی 1700 متر از بلندی بحر میدانچه ساختمانی راغون ساخته شد. راه آهن از ساختمان 80 کیلومتر دور واقع بود، یعنی آخرین نقطه راه آهن در ناحیه وحدت جایگیر است. ترانسفورماتورها و گیدروتوربین‌ها در زوادهای اوکراین فرمایش داده شد
گیدروگنراتور باشد در زواد شهری سریدلوسک. در ساختمان مذکور 300 کارخانه ها از تمام ریسپوبلیک‌های سوویتی اشتراک داشتند. برای ساختمانچیان شهرچه راغون ساخته شد. در نوبت اول ساختمانچیان با کندن نقب‌ها شروع کردند که از سبب آنکه قبط کوه‌ها ریزونک بودند بعد کندن چند متر آنها با بتون می‌پوشانیدند. موافق لایحه باید 63 کیلومتر نقب کنده میشد. برای آنکه کار پیش رود از دو طرف با کندن نقب کار سر کرده شد. کار شب و روز دوام داشت. برای محکم کردن پیش آب یعنی ساختمان سربند نیز کارها سر کرده شد. موافق لایحه خط کنویری چندین کیلومتر ساخته شد که از مسافه دور سنگ شغل را به سرگه سربند می آورد و ساختمان این کنویر 80 میلیون روبل همان وقته که بسیار پولی کلان بود نسبت آن که با ماشینه ها سنگ و شغل به سربند کشیده شود صرفه کرده شد. در آن وقتها $1 آمریکا تخمینا 90 تن سوویتی را تشکیل میداد که این مبلغی تخمینا 89 میلیون دلار را تشکیل داد. سال 1987 اولین کارهای ساختمانی سربند سر کرده شد. 27 دکبر سال 1987 یکمین بار پیش راه آبی بخش بسته شد. کار در ساختمان کمی دیگر رفت و از سبب در مرکز شوروی پیدا شدن دیگر قوه‌های جدایی خواه مبلغ گذاری به ساختمان کم شدن گرفت و راهبران مرکز بسیار می‌خواستند که کاری ساختمان قطع شود و بهانه‌ها می‌گفتند. در این وقت بسیار تکنیک‌ها دوباره به روسیه برده شد و سال 1993 بلندی سربند به 40 متر رسانیده شد و خلاص. همگی در این دوره 21 کیلومتر نقب‌ها کنده شدند. خود همین سال در جمهوری نیز به سر و سامانی‌ها سر شده بودند. کار نیروگاه تماما بسته شد. تکنیک‌های ماندگی را به تونل‌ها در آوردند و بعضی‌هاشان در جای کاری همان خیل مانده شد. کار در ساختمان به مهلت نامعین بسته شد و مشکلی‌ها یکی بالای دیگر آمدن گرفت. این بود 8 می سال 1993 در نتیجه باران‌های پی در پی سربند ساختمان تماما شسته نابود شد. نقب‌های کنده شدگی تگ آب مانده پوری لایقه شدند و تکنیک‌هایی که در درون نقب‌ها بودند کار ناشایم شدند و باقی مانده تکنیک‌های و تجهیزات‌ها بسیارش را آب سیل شسته برد. کنویر باشد تماما کار ناشایم گشت و حکومت تازه انتخاب تاجیکستان را ضرور می آمد که به همه مشکلات‌های اقتصادی مملکت نگاه نکرده کار را در نیروگاه باید از صفر سر می‌کرد. در آن لحظه ها یگان مملکت با آینده تاجیکستان باور نداشتند و نمی‌خواستند که این ساختمانی برای تاجیکستان حیاتاً مهم را دستگیری نموده مبلغ گذاری نمایند و از این حالت‌ها باشد بسیاری دیگرش می‌خواست منفعتی زیادتر به دست دارد. Мы решили, это для нас судьбоносный проект. Мы начали, мы будем строить. سال 2004 از طرف حکومت تاجیکستان با شرکت روسل روسیه برای دوام دادن ساختمان شرطنامه دولتی طرفین بسته شد. شرکت روسل کار را از ترتیب دادن نقشه‌های کاری خود سر کرده بعضی کارهای ساختمانی را شروع نمود و خواست که در لایحه ساختمان دیگرگونی عاید ساختمان سربند داخل کند. روسل می‌خواست سربند را از آهن و بتون ساخته بلندی آن را به 285 متر رساند. حکومت تاجیکستان با این تغییرات روسل با لایحه نیروگاه تماما و قاطعانه ضد برآمده شرطنامه بسته شده را ماه سپتامبر 2007 یک طرفه بیکار کرد. خدای متعال آینده تاجیکستان را درخشان نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. 27 آگوست سال 2007 با قرار حکومت تاجیکستان با سهامداری یگانه دولت و حکومت جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی راغون تأسیس داده شده کارهای تعمیر و برقرارسازی با مبلغ‌های خود کشور و متخصصان خودی سر کرده شد. خود همین سال حکومت تاجیکستان با بانک جهانی برای تشخیص لایحه راغون رسما مراجعه نمود. بانک جهانی تکلیف تاجیکستان را پذیرفته در اساس تندر کنسورسیومی بین‌المللی با راهبری شرکت فرانسوزی و اشتراک شرکت‌های بریتانیا گذرانیده تحقیقات اساسناکنی تکنیکی و اقتصادی لایحه نیروگاه برقی راغون را به شرکت شویتزاری واگذار نمود. در برابر این مشکلات دیگر نارضایی حکومت آن وقته ازبکستان با سرداری کریموف سر شد که از مشکلات‌های اوله آسان‌تر نبود. اوید گفتار و ضدیت‌های شخصا کریموف هم خوب خبر دارید. در این باره من چیزی گفتنی نیستم. لیک فقط همین را میگویم که گفته‌های او علما یگم اساس نداشت
و نه فقط به مانع شدن به پیشرفت تاجیکستان بلکه مانع جدی به پیشرفت اقتصادیات ازبکستان بوده و خرسندی آور است که رهبر حاضره ازبکستان میرزیایف گفت که در تاریخ دو ملت این 25 سالی گذشته با نافهمی هایش نوشته نمی شود. با دعوت همسایه برای سنجش و اجازت آینده ساختمان نیروگاه از چندین تشکیلات های بانک ها چند مرتبه نمایندگان آمده سنجش ها گذرانده رفتند. با همه این مشکلات و اساسش کم بودن مبلغ نگاه نکرده حکومت تاجیکستان با جرأتی به نهایت خاص ساختمان را دوام داد. محکم کردن مجرای آبی بخش سال 2009 به نقشه گرفته شده بود، ولی از سببی که در بالا قید کردیم این کاری بسیار مهم با استفاده دادن دو اگرگات نیروگاه به سال 2012 ماننده شد. تا این وقت یک قسم تجهیزات وصل شونده از جمله دو گیدروتوربین تمغه R310B483 استحصال شرکت توربه اتمی شهر خارکوف آورده شد. ماه دکمبر سال 2010 کارهای اولین درجه ساختمان نخبه‌ها به آخر رسانیده شد و موافق شرطنامه عاید گذراندن اکسپرتیز امید جهانی عاید لایحه ساختمان نیروگاه از طرف بانک امید جهانی ماه فوریه 2011 شرکت شویتزاری فرستانیده شد. سال 2012 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد پیش آبی دریای وخش امسال نیز بسته نمی شود و این از آن سبب بود که بانک امید جهانی تکلیف پیشنهاد کرد که بلندی سربند 170 متر برداشته شود و خلاص. لیک حکومت جمهوری این تکلیفی بانک امید جهانی را قبول نکرد. چند مملکت ابدقدرت نیز هر گونه فشارها به مملکت ما می آوردند. حکومت جمهوری به همه این مشکلات ها که ما فقط کمی آن را گفتیم نگاه نکرده ساختمان را دوام داد. مبلغ عمومی ساختمان به حساب میانه 3 میلیارد و 900 میلیون را تشکیل می‌دهد. در نوارهای گذشته درباره نیروگاه بسیار معلومات ها به شما پیشنهاد کرده بودیم. لیک فقط همین را علاوه کردنیم که این نیروگاه در جهان مانند خود همتا ندارد، چون که همه ساختمان های نیروگاه در زیر کوه در نقبه ها کنده شده است. از جمله زل ماشینه ها که درازیش 220 متر، برش 22 متر، بلندیش 78 متر. عمارت ترانسفورماتورها درازیش 200 متر، برش 20 متر، بلندیش 40 متر را تشکیل می‌دهد و دیگر عمارت‌های برای نیروگاه ضرور نیز در زیر کوه کنده شده است. وقتی که از بالا با پایان نظر کنید در نظر فقط آب انبار میتابد و خلاص. نیروگاه باشد در زیر کوه جایگیر است. بلندی سربند 335 متر را تشکیل می‌دهد و با معلومات شما میرسانم سربندی که در نیروگاه ساخته شده ایستاده است پهنی پایانی سربند 1000 متر، در بالا درازی سربند 625 متر و پهنیش در نقطه آخران 20 متر را تشکیل می‌دهد که زیاده از 76000 متر کوبی مساله سنگ و شغل را در خود جای می‌کند. در حالت پوره با استفاده داده شدن این سربند آب انباری بزرگ با مساحت 13.3 کیلومتر کوادراتی و مساحت فایده آوری 10.3 کیلومتر کوادراتی به دست می آید که نه تنها فایده انرژی بلکه فایده کلان ایریگاسیونی به مملکت ما و کشورهای پایان آب می آورد و زیاده از 300,000 هکتار زمین های لب تشنه آبیاری کرده می شود. اهمیت استراتژی دیگری آب انبار آن است که در حالت خشکسالی و بی‌آبی مردم ما و همسایه ها از آب نوشاکی شیرین و مصفا تامین می شوند. این چنین مهلت استفاده نیروگاه نارک باز 100 سال دیگر دراز می شود که فایده زیادی اقتصادی به جمهوری داخل می شود. خرسندی آور است که امروزها کار در نیروگاه با جوش و خروش دوام دارد و ما انتظاری این روزی نک شده نویگری های ساختمانی اصر را دائم پیگیری نموده به شما معلومات ها پیشنهاد میکنیم. با ما باشید و آبونه شدن به کانال و لایک موندن را فراموش نکنید.